آغاز فصل تابستان در سال 1404 و پس از پایان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران موج گسترده‌ای از بازداشت فعالین سیاسی، فعالین مدنی، معلمان، گروه‌های اجتماعی، مذهبی و شهروندان عادی رو در شرق کردستان و سراسر ایران به راه انداخته. همزمان با اخراج و تبعید فعالین صنفی و افزایش فشار بر گروه‌های اجتماعی و مذهبی، ده‌ها زندانی سیاسی در خطر اعدام قرار دارند و وضعیتی که نگرانی جدی نهادهای حقوق بشری بین المللی رو به خودش معطوف کرده. همونطور که با مهمان ویژه بخش اول سرکار خانم محمدی به نکات مهمی اشاره شد، در ادامه گفتگوی خواهیم داشت با جناب آقای رسول گلبان، روزنامه نگار، تا بیشتر در این موضوع و اهداف و دلایلی که جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی در این شرایط اقدام به این موج گسترده دستگیری ها و افزایش روند اعدام ها رو به بحث بذاریم. آقای رسول گلبان، خیر مقدم عرض می کنم. در قسمت ابتدایی نکات مهمی اشاره شد. موج اعدام ها گسترده است، موج دستگیری ها بسیار بالا است و به ویژه در پس از جنگ 12 روزه 10,000 نفر با اتهامات واهی دستگیر شدند. در شرق کردستان وضعیت امنیتی تر از گذشته هم شده. به باور شما حاکمیت در این وضعیت چرا چنین اقداماتی رو بی‌محابا داره انجام میده و فشارهای مضاعفی رو بر مردم و شهروندان داره ایجاد میکنه؟ سلام و درود دارم آقای مرادی عزیز. سلام خدمت شما و همه بینندگان محترم کانال آریان تیوی. ببینید اون چه که داره در ایران امروز و علل خصوص در شرق کردستان اتفاق میفته چیز جدیدی نیست. جمهوری اسلامی از بعد از انقلاب سرکوب‌هاش شروع شده و اختصاصاً سرکوب‌هایی که با فتوای خمینی در کردستان انجام داد، اینها ادامه همین روندیه که قبل‌ترها بوده. در حال حاضر و بعد از جنگ 12 روزه که جمهوری اسلامی میدونست و در جریان بود که سالگرد جنبش ژینا هم تا 2 ماه دیگه شروع خواهد شد، قطعا باید کاری انجام میداد که این دوتا در برهه 25 شهریور به هم گره نخوره و اومد از یک حربه استفاده کرد برای خنثی‌سازی فعالین، چه در سطح ایران و علل خصوص چه در کردستان، چون میدونست اون چیزی که خصوصا با سالگرد جنبش ژینا در کردستان رخ خواهد داد با اون چیزی که در سطح مناطق دیگه ایران رخ خواهد داد متفاوت هست و اومد حتی اون کسانی که در طی 3 سال گذشته نه احضار شدن، نه بازداشت شدن، نه تذکری گرفتن، اما از اونها مدارکی جمع آوری شده بود، اسنادی جمع آوری شده بود و همه اونها رو احضار کرد به بهانه جنبش ژینا یا به بهانه جنگ 12 روزه و طبق نهادهای یکی از نهادهای حقوق بشری عرب زبان فکر کنم چیزی حدود 21,000 نفر بعد از جنگ 12 روزه بازداشت شدند که تعداد کثیری از اینها در ارومیه بوده. اگر ببخشید در کردستان شرق بوده، شرق کردستان بوده و اگر تخمین بزنیم که مثلا 3,000 4,000 نفر رسانه‌ای شده که نشده، قطعاً و یقیناً بدانید که چیزی حدود 10,000 نفر شاید در سطح فقط کردستان ایران، کردستان شرق بازداشت شده. خودم به عینه خصوصا از قسمت شمال شرق کردستان مطلع هستم. بعضی جاها که شاید در شهر کوچیکی مثل خوی و فتور اگر
یک نفر رسانه‌ای شده در جریان هستم که حدود 20 و چند نفر الان بازداشت شدن و احتمالاً این تعداد خیلی بیشتر از اینه. فقط چیزی هست که من نوعی ازش خبر دارم و یک نفر رسانه‌ای شده. جمهوری اسلامی میخواد با طرح خنثی‌سازی فعالین رو خنثی کنه، فعالین و خانواده هاشون رو خصوصا خنثی کنه که در آینده بتونه اینها رو کنترل کنه و مطمئن باشه که از طرف فعالین مدنی، فعالین سیاسی خصوصا در کردستان حداقل تا این برهه تا سالگرد انقلاب ژینا حداقل یک برنده‌ای داشته باشه و بتونه اینها رو تحت کنترل قرار بده. آقای گلبان، برگردیم به اون قسمت مهمی که شما هم اشاره کردید. در استان ارومیه روند دستگیری ها گسترده است ولی کمتر رسانه‌ای میشه. چه دلایل مضاعفی وجود داره که در این استان این فشارها چند لایه تر باشه و مضاعفتر باشه؟ ببینید در خود بعد از جنگ 12 روزه تنها کسی که رسانه‌ای شد یکی از دوستان ما و یک کارگردان و شخص هنری بود که الان هم بر ما پوشیده است که اصلا چرا این شخص بازداشت شد. در هنگام برگشت و در گمرک در مرز بازداشت شده، ولی مثلا چند روز پیش خبری اومد که 9 نفر از یک خانواده بازداشت شد. قبل‌تر از اونها من در جریان بودم که در همون منطقه و نزدیکی همون روستا باز در منطقه کردنشین 5 یا 6 نفر از یک روستا بازداشت شدن و اینها بسیار بیشتر از اینهاست. اما اون چه که مانع از رسانه‌ای شدن این جریانات میشه متاسفانه من تقسیم کنم به مناطق کرمانج زبان و سورانی زبان. متاسفانه این برمیگرده به سطح یک ناآگاهی جمعی در بین خانواده ها و خصوصا حتی در بین تحصیل کرده ها و فعالین که امیدی دارن به واسطه یک شخصی، یک نهادی بتونن زندانی یا بازداشتی خودشون رو بتونن بیارن بیرون و فکر میکنن اگر این موضوع رسانه‌ای بشه میتونه اون زندان یا اون محکومیتش کمتر باشه، در حالی که اینطوری نیست. اگر کسی بازداشتش رسانه‌ای نشه، اون نهاد امنیتی، نهاد بازداشت کننده احساس میکنه که این شخص یک شخص بلا صاحب، بی صاحب و کسی رو نداره و هر طور که بخواد طرف رو تحت شکنجه روحی، شکنجه فیزیکی و تحت فشار و از خانواده‌اش حتی سوء استفاده و مجبورشون میکنن اون متنها، اون محتواهایی که باب میل خودشون هست در صفحات مجازی خودشون منتشر کنن. یکی این و دومی متاسفانه باز برمیگرده به خود مردم، خود اهالی این منطقه، چون در طول سالیان گذشته به دلیل دو اتنیک غالب در این مناطق و این کار به دست بودن یا بگیم ادارات در دست اتنیک ترک بوده، متاسفانه کردها همیشه سرکوب شدن و این روند باعث شده که کردها نتونن خودشون رو بخشی از اون جامعه، بخشی از اون خصوصا جامعه رسانه‌ای بدونن و حتی نسبت به رسانه همزبان خودشون هم بی‌اعتماد هستن و فکر میکنن رسانه‌ای که دنبال رسانه‌ای کردن یا خبرنگاری که دنبال رسانه‌ای کردن این موضوع هست میخواد خودش به یک جایی، خودش رو با این بهانه به یک جایی وصل کنه یا از حتی بیرون از کشور یک امتیازی بگیره. این روند لازمه یک آسیب شناسی کلی بشه که و خانواده ها آگاه بشن نسبت به این مسئله و این روند به مرور، نه یک باره، به مرور باید تغییر پیدا کنه و خانواده ها و باز تأکید میکنم خصوصا فعالین سیاسی و تحصیل کرده های ارومیه و
بخش شمالی استان ارومیه به این قناعت و این باور برسند که باید این موضوعات در کمترین زمان ممکن رسانه‌ای بشه. متشکرم. یعنی اینکه شما اشاره کردیم به وضعیتی که در استان وجود داره، اینکه یک حکومت مرکزی در تهران وجود داره که حاکمیت میکنه و یک حکومت در استان که قصد به قولی نابودسازی یا اینکه در حاشیه قرار دادن فعالین کرد در استان ارومیه دارن. بله قطعا این یک چیز انکار نشدنیه. وقتی با تهران صحبت میکنیم، رسانه تهرانی صحبت میکنیم، مسئول تهرانی که به ارومیه میاد، خودم بارها صحبت کردم، اصلا میگن ما از این موضوعات بی اطلاعیم. حالا اینکه بی اطلاع باشن یا نباشن این یک موضوعی است، ولی خب در ارومیه من اسم میبرم آقای صالح خانلو، معاون امور انقلاب استان دادستان ارومیه، هر طور دلش میخواد، هر طور که پرونده ها براش ساخته میشه، با بهانه های قومیتی و زدن برچسب های ضد انقلاب و همکاری با احزاب فعالین ما رو احضار، بازداشت و حتی به احکامی که صادر میشه در دادگاه بندی اعتراض میده و احکامش بالاتر میره. نه شما طی چند روز گذشته در رسانه‌های مجازی دیدیم که وقتی دادگاه اومده 2 ماه و نیم 3 ماه برای فعال کرد زندان داده، آقای صالح خانلو اعتراض دادن و این حکم ایشون به 6 ماه افزایش پیدا کرده. خود من یکی از این موارد بودم که زندان من فقط از بابت یک اتهام از 8 اتهامم افزایش پیدا کرد و درجه اتهامم از درجه 6 به 5 تبدیل شد. یعنی اینها در ارتباط مستقیمی با جریانات قومگرا حالا بگیم یا پانتورکیست در باکو و آنکارا دارن و این انکار نشدنیه. ببینید وقتی آقای فلانی در آنکارا نشسته و یک آقای فلانی که اتفاقا ضد جمهوری اسلامی نشسته و یک استوری میذاره، یا رسانه‌ای که در باکو هست نشسته و یک شانتاژی علیه یک فعال کرد انجام میده، رسانه‌ای که ضد نظام جمهوری اسلامی، اما دستگاه قضا به همون موارد، به همون استوری ها، به همون شانتاژ ها استناد میکنن و فعال کرد رو محکوم به زندان یا حتی اعدام میکنن. اینها بارها دیده. من خودم یکی از مواردی که هستم که علنا این برای من اتفاق افتاد. بله سپاسگزارم. نکات خیلی مهمی هستش که امیدوارم در برنامه‌های آینده دعوت ما را قبول کنید و بیشتر در این مورد کنکاش کنیم و این موضوع به بحث و بررسی بذاریم و روشنگری و شفافسازی بیشتر اتفاق بیفته. سپاسگزارم رسول گلبان، روزنامه نگار که همراه ما بودین. سپاسگزارم. سپاس.